سرت رو به سمت من خم کن. نه آره رکورد. داشتم دقیقا همون کاری که گفتی بکنم برعکس. اول که خیلی طول کشید من ببینمش، بعد هی دنبال یه تایمی بودم که یه ذره بتونم درست بخونمش، و خیلی طولانی بود. هی مثلا یه ذرهشو میخونم، گفتم میخونم، بعد گفتم ناراحت میشه الان، میگه چقدر غیر حرفه‌ایه. بعد دیگه خوندمش و اول که خیلی حال کردم چون خیلی حرفه‌ای بود. اینکه پروپوزال بهم داده بودن که قراره حالا چه اتفاقی بیفته. بعد دوستش داشتم در کل، و همش اینجوری بودم که الان یعنی من میذارن کجا، کدوم رولو میدم بهم. فضا رو خیلی دوست دارم، اینکه اون فضای ارتباط با مدل‌ها و تیم و اینا، جو خیلی خوبه. یه چیز دیگه هم که دفعه اول من اولین نفر اینجا بودم، بعد یاد دیدم هیچکی نیومده، بعد خیلی خورد تو ذوقم، یعنی مهران نیومده بود همونو برگشته بودم. اسب رو خیلی دوست داشتم، بعد همش اینجوری بودم نمیشه سوار اسب بشیم، و همش اینجوری بودم که تو خدا از اون قسمتی که اسب هست منم باشم. به نظرم پروژه های متفاوت، احتمالاً پروژه هایی که یه ذره متفاوت تر باشه اگه بخوام کار کنم با زاگ باشه. و دیگه دوست دارم دیگه، خوشحالم اینجا.